برنامه تایمر. در این برنامه شما با الемент نو تایمر شناس میشوید. اینچنین کمی باشد با مرکز نمایانی تغییرابنده شناس میشوید. اجرا کنید ویزوالی برنامه تایمر. در این برنامه شما باید الемент نوی اداره کنی را تطبیق کنید. وقتی که شما نشانه موش را به این نشانه میگذارید، راستگونجه با نام تایمر پیدا میگردد. کد برنامه را گشایید که در کامپکت دیسک وجود دارد. بیایید کد برنامه تایمر را دیده برایم. برای این اپراتور Option Explicit را در قسم اعلام کنی گلوبالی فرم FRM SUM داخل نمایید. کد زیرین را برای پروسیدور CMD Exit Click داخل نمایید. بعد کد زیرین را برای پروسیدور TMR Timer بعد حتما لایحه را با فرمان Save Project نگاه دارید. برنامه تایمر را اجرا میکنیم. پیش از محاکمه کردن کد برنامه تایمر بیایید برنامه را در عمل ببینیم. برنامه تایمر را به کار سر دهید. در پروسس اجرای برنامه تایمر نشانه تایمر نانمایان است، اما صدای بی را میشنوید هر 2 ثانیه. این یگانه الемент نیست که در وقت اجرای برنامه نانمایان میایستد. با پخشی به دکمه ویخت کار برنامه را انجام دهید. کد قسم اعلام کنی گلوبالی فرم FRM تایمر. کد قسم اعلام کنی گلوبالی از سطرها عبارت است. برای چی این تغییرابنده در قسم اعلام کنی گلوبالی لازم است؟ این برای آن لازم است که تغییرابنده G-Keep Track نمایان باشد برای همه پروسیدور فرم FRM تایمر. اگر شما این تغییرابنده را در یکم پروسیدور اعلام میکردید، آنگاه این تغییرابنده برای کد همین پروسیدور دسترس می بود. بعد این تغییرابنده به دیگر پروسیدورها دسترس نبود. با اعلام کنی تغییرابنده G-Keep Track در قسم اعلام کنی گلوبالی نمایانی این تغییرابنده را به تمام فرم FRM تایمر واگذار نمودید. خصوصا همین طلب کرده میشد برای درستی اجرای برنامه تایمر. تغییرابنده G-Keep Track به 2 پروسیدور گوناگون تعلق دارد. یکی پروسیدور TMR تایمر مضمون این تغییرابنده را تفتیش میکند و پروسیدور CMD Enable Disabled Click آن را دیگر میکند. کد پروسیدور TMR تایمر. پروسیدور TMR تایمر در هر 1-2 ثانیه اجرا می شود. با آن سبب که شما به خاصیت اینتروال 2000 میلی ثانیه بخشیدید. اگر در وقت اجرایش پروسیدور TMR تایمر قیمت تغییرابنده G-Keep Track به 1 برابر شود، اپراتور بیپ اجرا می شود که در دیگر حالت‌ها هیچ واقعه روی نمی‌دهد. با دقت باشید، شما به تغییرابنده G-Keep Track روی می‌آورید، اما در پروسیدور TMR تایمر اعلان کرده نشده است. از بس که شما تغییرابنده G-Keep Track در قسم اعلان کنی گلوبالی اعلان کردید، در پروسیدور TMR تایمر تغییرابنده G-Keep Track دیده می شود. تغییرابنده G-Keep Track در وقت به کار سر دادن ضمیمه کار کرده می شود و قیمت 0 را عوض می نماید. برای همون در حالت بیرون اپراتور بیپ کار نمی کند که با نوشتجات دکمه включить موافق می آید. کد پروسیدور CMD Enable Disable. پروسیدور CMD Enable Disabled در وقت پخش کردن به دکمه включить و выключить اجرا می شود. اگر قیمت جاری شونده تغییرابنده G-Keep Track به 1 برابر باشد، آنگاه اپراتورهای بین if و else کار می کنند. در نتیجه تغییرابنده G-Keep Track به 1 برابر می شود و خاصیت کپشن دکمه CMD Enable Disable به معنای включить برابر می شود. اگر قیمت جاری شونده تغییرابنده G-Keep Track به 0 برابر شود، آنگاه اپراتورهای بین else و end if کار می کنند. در نتیجه تغییرابنده G-Keep Track به 0 برابر می شود
با خاصیت کپشن تکمه CMD Enable Disable به معنای выключить برابر می شود. процедураи CMD Enable Disable тағйирёбандаи Gkip Track ро мебинад барои он ки он дар қисми эълонкунии глобалӣ эълон карда шудааст.